یکی از سوال میشه چرا جنها را خداوند پیش ما خلق کرده ایم در دنیا آوردهشون، خوزی میگن نیستن ناعیانه. در قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلق نکردیم مگر جنها و انسان را برای عبادت. ای پروردگاریم اول که خلق کردی چرا امروز جنها نیستن؟ میگه جنها خیانت کردن و عهد شکنی کردن. چرا وقتی او را پیش اخمو خلق کرد در اونجا 50,000 سال پیش او را خلق کرد، همواره گفت که اطاعت گوش کردیم امری مرا، او گفتن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم اطاعت کردیم. وقتی که پایین اومدن نافرمانی کردن، خونریزی کردن و زنا کردن و دیگه کارهای فسق و فساد و منکر و معصیت رفتن. خداوند گفت شما اگه حیله کردین در اونجا گفتین که گوش میکنین ایجاد اومدین عهد شکنی کردین. از همه گناه سخت عهد شکنی ای برادر. وعده دادن. وقتی ما در اونجا پروردگار روی ما را خلق کرد، من بهشون بهتر میدونم. هر یک تمونه پرسید که ما را بیتیم و طرفتی مرا فرمون میگیم خب. وقتی جا آمدیم بعد که گفتن ما که نماز بخونیم و نخوندیم، وقتی گفتن زکات بدیم دیگه سختی را گرفتیم، وقتی روزه گفتن ما دیگه مریض گرفتیم، وقتی گفتن حج قدرت توان نداریم گفتن. خداوند میگه حکومت را 50,000 سال پیش مولوی یا ایشون ما در اونجا ترا روح تا پرسیدم گفتی که به پروردگار ترا بیمای ما اطاعت میکنی که ایجاد اومدی تو عهد شکنی کردی، تو وعده خلافی کردی. تو خیال میکنی که اگه تو مرا عهد بس ایجاد عهد شکنی کردی من نمیفهمم. ان الله خبیر بما تعملون. خداوند از همه عملهای ما چیه خبر داره. خداوند میبینه. این افسانه چی نقل میگه مردم گمراه کردین گفته دین در ضربه آوردین. میگه ای کرده وجودت زیه قطر منی حمالا نکنی بر علما کبر منی. بشنو چه گفت رسول مدنی من اکرم عالما فقط اکرمنی. تو از یک آبی بوگین شدگی کبر کی نمیکنی؟ کبر کیت دور با. ای برادر تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلام دیدار کند. این کبر کینت تو را خداوند دیگه لایق روی تو را دیدن نداره. شایسته نیست که تو خداوند علیقاش ببینی. چرا به دوستای خدا کبر کی نداری؟ چی ما میگیم و همین کتابا میگیم حدیث هست کتابایی که همین را هر یک عالم ربانی و حقانی مصنف نوشته که تو ما را میگه چی کتاب نخون میکنی. میگم معرفت باری گران است به هر کس ندیاندش، پری طاووس قشنگ است به کرگس ندیاندش. خدا عزت و معرفت چون داده. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. برادران امروز بر ما گپای بیزیشت و بیجا زدن، میخواهند قدر عزت ما را پس کنند، آبروی ما را ببرند، چنانچه که علمای استادای بزرگوار را کردند، مثل شانی علامه رحم الله، مثل داملا حکمت الله، مثل شانی نورالدین و محمود جان، مثل استاد میرزا حاجی میرزا و استاد عبدالرحیم و دیگرها را اراد میگیرند، نقطه ضعف میگیرند. الحمدلله امروز چند ماهی هسته که ما در شبکه‌های اینترنتی خدمت اسلام داریم، مردم دعوت داریم. امروز با ما اراد گرفتن که مولای صاحب فلان حدیث ضعیفه، فلان حدیث موضوع میگه، حدیث فلان توضیحش درست نیست. الحمدلله وقتی که سوال کردم برادری که به من امروز در شبکه‌های اینترنتی مرا هر عکسی مرا میمونه و بعد ویدیو کرده خودش که پشتی پرده ده، و با هم مراجعه دارم که برادر من تو را گفتم وقتی که بحث کردنی بودی با من گفتم تو دور حدیث خونده نخونده بوده خیلی بعد چی مقطع دور حدیث بعد این مشکل تو من میگنی فرار کرد ما دوره بدیم در ماشین ما هم مای سوال زنگویی که میزنن جواب میدم. ما یگون کس متهم قرضدار نیستم، ما یگون کس هم نمیترسم، چرا که من در یگون گروه نیستم که ما هراس داشته باشم. الحمدلله 6 ماهی که ما خدمت اسلام کردیم، چی اگر حدیثای ضعیف باشه که البته شما در نظر شما حدیثای ضعیفه که امروز چی برسه به من خاک پای استادان میشم و سعدی و مثنوی و بدیل و حافظ ولا بروردیم که او چی علم داشتن و یک شاعر بودن و افسانه میگفتن. امروز الحمدلله ما پیروای همویم، ما هم همین تنها را زدیم که زدیسین. لیکن شما عقیده‌های خراب دارین، عقیده مثل هم سلفیایی که یک سالا در تاجیکستان تفریقه داشتن، خیلی مردم به هر سرودن. شما هم گروهی هستن که با جایی که خدمت کنین برای اسلام، با جایی که دفاع اسلام کنین، مردم دعوت بتین، لیکن ضربه سخت در اسلام آوردین. مثل همین سوال میتن
مولود بدعت در سر گل خواندن که جدا حدیث اومده قرائت کردن، یا امروز میگه جمعه مبارک گفتن ممکن نیست، یا بر اومده گروهایی که فلان فلان چیزا جایز نیست ما یا شیخ فهمیدیم. این برادری که در الحذر خونده میگه زایدان دا خونده علمی ناقص گرفته، ده کلمه عربی را یاد گرفته، خود کرده که عالمه. علم کسب کردن آسونه ولی معرفت داشتن قینه، معرفت کسب کردن قینه، آداب کردن قینه. الحمدلله ما بچهای زایدانیم در پیش حضرت ها خواندیم، مولانا عبدالحمید صاحب شیخ اسلام حفظ الله، مفتی قاسم، مولانا عبدالغنی صاحب و دیگر استادای بزرگوار که درس دادن ما را الحمدلله میگفتن که الادب شجر والعلم ثمر. ادب درخت است و ثمر حاصل درخت علم است. اگر ادب نداشته باشی علم کسب نمیکنی. مولانا عبدالرحمن مجیبی رحمه الله یک حرف خوب گفتن در درس صحیح بخاری، فرمودن که خداوند بر هر کس استعداد و صلاحیت و قابلیت میده ولی اصل قبولیت او را نمیده. استعداد، صلاحیت، قابلیت هر کس میده، سخندان میشود، شعر مینویسه، اینقدر علم کسب میکنه، عربی دان میشود. این استعداد و صلاحیت قابلیت ولی اصل قبولیت هر کس نمیده. یک تو برادر علمی ناقص داری، روز خونده، ما سوالت میتونیم که دور حدیث خونده من نخوندم، میگی بعد ایراد میگیری مرا تو چه خیلی دور حدیث خونده کی ترا چی داده. الحمدلله ما شرکت کردیم در همون دور حدیثا، در پیش استادا ما را سند دادن، ما را اجازه دادن که دعوت بتیم. الحمدلله 6 ماه که من دعوت دادم چندین برادرها را پدر و مادرشون میگه رحمت، برادر زنگ میزنه میگه رحمت 4 سال تاجیکستان رفتم حدیث خانه شما حضرت مادر ما اومدم دست بوسیدم. برادرای هستن که میگه گمراه بدیم، دنبال فسق فساد عرق و شراب و زنا بدیم، میگه الحمدلله از سخن شما هدایت شدیم. اگر تو حدیث دان باشی، اما حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفت شریک خدا ای حضرت علی، اگر تو دعوت کنی مردم از سخنهای تا سخنانه یک کس هدایت شود، پاداشی تا اجری تو نزد پروردگار از 100 تا شتر قرمزی عربستان دا بهتره. الحمدلله ما سخن گفتیم، ما هم حدیثی که بلغوا انی ولا و آیه برسانیم گو رسول خدا از من یک آیت باشه، ما هم اگر ناقص رسونده باشه، ناپره رسونده شه، الحمدلله نیت منه که طرف هدایت شود، طرف برای راست هدایت کرد. یکی مثل تو که معرفت نداری، دو کلمه عربی را یاد گرفته، با جای اخیر کلون حرمت و آداب داشتی، مثل همون دیگرها که استاد حاجی میرزا و استاد عبدالرحیم که خاک پای من نمیشین، خاک پای اشانی نوردین و علما نمیشین. چقدر علمای تاجیکستان تنگ کردین، تحقیر کردین، سنگ زدین، لیکن الحمدلله باز هم عزت و آبروشون را بالا رفته. میگم معرفت باری گران است، به هر کس ندیندش. پری طاووس قشنگ است، به کرگس ندیندش. خدا عزت و معرفت چون داده. با مرا شروع کردین که ما برآمدم، که ما در میدانم با مرا گفتیم برادر حسد نکن، بخیلی نکن، تی خیلی نگو که تو خطا کردی، تی اشتباه کردی. بگو ماشاءالله تو اگر واقعا درد علم و از علم حلاوت برده باشی، درد علم علما را داشته باشی، علما را تو دستگیری کن، تو دفاع کن اسلام، تو دشمنی نکن برای کسانی که مردم به سوی راست هدایت میکنن. تو مقابل حدیث و آیات چرا میبروی که الله سبحانه و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعملون بالمعروف و تنهون عن المنکر. صدق الله العظیم. الله میگه بهترین شما کسانی هستین که از خانه‌هاتون بیرون میشین، مردم دعوت میکنین برای راست، امر معروف میکنین، نهی منکر میکنین. الله معرفی میکنه ما را و علمایی که خدمت کردن شما بهترینین. چرا تو ای برادر عزیز، چرا تو ایراد میگیری، نقطه ضعف میگیری؟ چرا مقابل آیات کلام خدا میبری؟ آیا الله سبحانه و تعالی در جای جا نگفت که بهترین شما ای مابین شما کسانی هستند که مردم با راست هدایت میکنن، مردم دعوت میکنن، امر معروف میکنن؟ تو زیر سوال برده سی آیات کلام را، تو زیر سوال برده سی حدیث پیغمبر. وقتی خدا و پیغمبر میگه تو بهترینی مولوی، تو بهترینی که خدمت اسلام، ما همین آیات را دیدیم، همین حدیث را دیدیم که مردم در رسوندیم. میگه تو مقابل یا گفته که تو خطا کردی، تی خیلی میگی، تو افسانه نقل میکنی، افسانه را تو گفته که نمیخوای که ما برسونیم کلام خدا را. تو عربی دانی در الحذر خونده، عربی دان دانستن قدی اولیاء نمیشه. ابو جهل هم عربی را میدونست. عربای گمراه بسیارن که عربی را میدونن ولی عالی علم ندارن. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگفت که هر کسی اگر یک آیت کلام الله را یک حدیث تفسیر کنه عالم حساب میشه. تو مرا حدیث یاد میدی، با گفتم سند بیار، حدیثات یاد بگی، من نمیدونم پشت پرده دی تو کی در سایت چی برآمده. تو خیال میکنی آبروی عزت منو میبری؟
و تعیذ من تشاء و تذل من تشاء. عزت الله میده، ذلت هم الله میکنه. تو نمیتونی مرا من اگر عزت نمیافتم در این چند ماه شبکه الحمدلله 50,000 پتفیسی کو چند 30,000 40,000 پتفیس زنگ میزنن رحمت پدرت میگه همین مدد کافیه. خصوصا تی که به معرفت برو اومدی مرا خواستی که آبرو عزت ما بر. آیا تو حدیث میدونستی نمیدونی که مومن بر مومن باید حسد نکنه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم او كما قال. شح در عربی با کلمه این لغت عربیه در کلمه به معنای بخیلی میاد، به معنای شح به معنای بخیلی میاد، هم کلمه بخیلی به میاد. بخیلی نکن، حسد نکن. با یک دیگر گفت بخیلی نکنه. رسول خدا گفت که هلاک میشه مثل امتای پیشینه، مثل قوم پیشینه. من میدونم برادر تو مریضی حسد داری، مریضی بخیلی داری. آدم که عزت یافت، آدم که مشهور شد، او را دیگه همه سنگ میزنن. من خفه میشم، ناراحت نمیشم. چرا که من قبل از این سایت اینترنتی کردم در چندین بار در زاهدان در همجا با همخالی طوری عقیده سلفی داشتگی بحث مناظره کردم. اینقدر علما را گفتین، اینقدر رو بحث کردین، همین کارا یک دفعه نابود بودیم، باز کجا پیدا شدیم، باز سر کردین نمیره. همین تعریف تفریقه کردین، علما را تحقیق کردین، علما را اینقدر گفتین که تو خطا میگی، تو فلانی خیلی نیست، این افسانه چی نقل میگه، مردم گمراه کردین. گفته دین در ضربه آوردین. هر یک استاد شاگرد داشت، هر یک استاد خدمت دین میکرد. اینقدر مولایی که خدمت اسلام کردن سنگ زدشون. فردا روز قیامت چی جواب میدی؟ ابو جهل رسول خدا را به سنگ زد که تو برای همین ما را دعوت کرده، تو برای همین ما را آوردی. رسول خدا چی گفت؟ شما بگین لا اله الا الله هدایت میشید برای همین قلب. لیکن اصل بنده این الله خبیر بما تعملون، خدا خبر داره از قلب‌های ما. این الله علیم بذات الصدور، از قلب ما خبر داره چیه هدف و مقصد ما. هدف و مقصد ما که یک کلمه را برسونیم. تو یک چیز ایراد میگیری، حدیث زویر شدیده بوتیش نمیفهمی، الاخرت میگی قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربی فصلی. خداوند میگه با تحقیق اگر پاک و دل تا پاک بعد نماز بخون، او دل تا که پاک نکردی، او را که اگر کینه و کبر و غرور و بخیلی و حسد دور نکنی دیگر نماز نخون. نماز چه فایده داره؟ برای چی گفتم که تو حدیث میدونی، نه که بر من ایراد میگیری. تو حدیث میدونی که یک انسان یک عالم آبرو عزت چه بردن، که خداوند آبرو عزت من اگر اون در مابین 10,000 ببرم، خداوند در مابین 100,000 میبره آبرو تا. تو حدیث اگر به دنیا نگو خدا که اگر تو عیب یک کس پوشوندی خداوند عیب تو را میپوشونه. تو دادر من خفه نمیشم. چرا که تو از علمایی که معرفت داشتن، علمایی که قبولیت داشتن، قابلیت صلاحیت استعداد که هر کس خدا میده، قبولیت هر کس نمیده. استادای زاهدان ما همش قابلیت داشتن و قبولیت استعداد قبول بودن نزد پروردگار که امروز عزت یافتن در همه جا. 40 سال 50 سال کتابای حدیث داد میده. هر چی ما میگیم همین کتابا میگیم، حدیث است، کتابایی که همین را هر یک عالم ربانی و حقانی مصنف نوشته. تو ما را میگه چی کتاب نخون میگی. برادر کبر و کینه نکن. میگه ای کرده وجودت زی قطره منی، همانا نکنی بر علما کبر و منی. بشنو چه گفت رسول مدنی، من اکرم عالما فقط اکرمنی. تو از یک آبی بوگین شدگی کبر و کینه میکنی. کبر و کینه تا دور باش. ای برادر تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دیدار کند. این کبر و کینه تو را خداوند دیگر لایق روی تو را دیدن نداره. شایسته نیست که تو خداوند لقاش ببینی. چرا با دوستای خدا کبر و کینه داری؟ بیاین بس کنین همین گپتونا. شما اگر 100 جمع شین اما تقی عالم گره جمله زجای نبرد اگه تا نخواهد خدا. اگر شما جمع شین و خیلی ویدیو کنین که ما را تحقیر کنین و ما را پس بزنین و ما را مولای فلانی و شکم چران چکل استاد حاجی میرزا را گفتین، دیگر استاد را پر نزدین که خیلی و خیلی چند قرش شما ما را سنگ بزنین. الحمدلله شرط میگه علم خواندن نیست، شرط خدایی که استاد مفتی قاضی مرزولا گفت که 104 نفر وقتی که ما سند گرفتیم استاد گفت که فخر نکنین که مولوی شدین، خدا بگین شما خدا خدمت بگیره، خدا بگین شما کارو بگیره. الحمدلله امروز استادا حاجی میرزا، استاد عبدالرحیم و استاد عبدالقادر و استاد هر کسی که در شبکه‌های اینترنتی هست مولوی مهین ما اینها را خدای تعالی با 70,000 رحمت نگاه کرده که خدمت بسه، از با خدمت گرفته سه خدا و دیگر آدمایی که خدمت اسلام کردن در شبکه‌های اینترنت خدمت کردن. تو برادر دا خدمت بگیرید. تو درس برای بحث مناظره نخون. تو درس بخون دوام تو یک درس ده بعد دور حدیث بخون. دور حدیث نخونی ظاهری باطنی حدیث نمیفهمی برادر. و همین خاطر اگر من صد بگم تو دور حدیث نخونی، حدیث با 16 قسم تقسیم میشه. تا حدیث موضوع صحیح و ضعیف و مفقود و مقطوع نفهمی، حدیث مرسل نفهمی. تو حدیث ندونی که تو علم رجال خوندگی نیستی که بدونی حدیث صحیح ضعیفه.
فقط تو بس کن دور حدیث بخون انشالله بعد داد میتون که بعد میتونی یک کس با او ایراد بگیری نقطه ضعف بگیری. پس عزیز من خدا هدایتت کنه، خدا پروردگار همون کسب علم کردی، خدا معرفت هم در کنارش نصیبت کنه. خداوند کریم نگهدار و مددگار.